سلام. خب امروز بحثمون میخواد بره راجع به بحثای اولین دیس و دیسپک هایی که توی رپ فارسی اتفاق افتاده. اولین دیس رپ فارسی رو حسین ابلیس دیس سفیسوی رو داده از مشهد. اولین باری که توی رپ فارسی دیس اصلا یعنی این که طرف مقابل تو داخل یه آهنگ بزنیش، داخل یه آهنگ بکوبیش. حالا چه از نظر آرای ادبی، چه از نظر فکتایی که میگی، چه از نظر مثلا خودت ادبیات رپی که به کار میبری. اولین بار حسین ابلیس گروه 051 دیس داد به گروه 021 که در از دیس هیچ کس بود. یه پشت صحنه ای داره این قضیه. یه شخصیتی بوده به اسم شایان فلاکت که دوست مشترک بوده بین هیچکس و حسین ابلیس که یه حرکتایی زده. حالا بعدا راجبش با هم دیگه صحبت میکنم. وقتی دارم راجب فلاکت صحبت میکنم با تون، شاید فلاکت، راجب اون موضوع هم با هم صحبت میکنم. بعد حالا اگه حال کردین لایک هم بزنیم برامون، بیایم بالا زودتر. دستتون درد نکنه، واقعا تو ما به حمایت شما نیازه. بعد ارزم به خدمتتون که چند تا دیس خیلی مهم تو رپ فارسی هست. یکیش دیس رضا پیشرو و زد بازی، گروه زد بازی که حالا اون خودش چجوری به وجود میاد و باز میکنم براتون. یکی دیگه از دیسای مهم رپ فارسی که زمان قدیم خیلی بوده بین تنبده بوده و عرفان. یه گروه دیگه که خیلی دیس و دیس بازی توش توی این جدید انجام شده، مثلا یه شخصیتی مثل فدایی دیس داده به حسین ابلیس. یکی از فکته، یکی از دیس و دیس بازی های قشنگ رپ فارسیه. و چند تا دیس و دیس بازی دیگه هست، مثل دیس پوتک و دیسبک خلصه. اونا هم واقعا قوی بود. مثل بچه های جدیدی که الان دارن توی نسل جدید فعالیت میکنن، مثل کل و کل بازی پوری آتروید با گروه بلاد دیگه. یه سری چیزای دیگه بوده، مثلا همین داستان حسین ابلیس و هیچکس ادامه دار هستش. شما مثلا دقت کنی داخل یه فری استایلی که البته به صورت لایو داره هیچکس آهنگشو میخونه، البته به قول خودش فری استایل نیست، از آهنگایی که قبلا نوشته داره میخونه. میگه که اون قسمت از آهنگ حسین ابلیس رو داره میگه که میگه کی گفته که حاجیت مثل کوسه تو عمقه. میگه نه ببخشید منم مثل هیچ کس اشتباه گفتمش. اون قسمت که میگه کی گفته که حاجیت مثل ماهی توی تنگه، حاجیت مثل کوسه تو عمقه. داره اونجا اشاره میکنه به اون حرفی که حسین ابلیس میزنه، میگه من تنها مثل ماهی توی تنگ، فکرم دریاست مثل آبی توی حوض. اوکی. داره الان اینجا هیچکس چی میگه؟ میگه من، میگه کی گفته حاجی، کی گفته مثل ماهی توی تنگه، حاجی مثل کوسه تو عمق، لقمه میکنه هر کی رو که از اینجا به بعدش. اونجا هم داستان این شکلی، یعنی داره به اون قسمت اشاره میکنه. این حسین ابلیس رو هیچ، اگه دقت کنید بعد از اون فری استایلی که توپق میزنه هیچکس، حسین ابلیس میاد اون آهنگی که اولش یه بچه‌ای صحبت میکنه که توپق میزنه هی بابا خفن، آهنگ خفن حسین ابلیس. اون دیس در اصل یه جورایی داره اشاره میکنه به اون آهنگ. در اصل به نظر من دیس کامل نیست، ولی خب با اون ابتدای آهنگی که گذاشته سرش میتونه یکی از
دیسایی باشه که به هیچ کس داده دوباره هی بابا خفن. این اون آهنگم دیس هیچ کسه یه جورایی. بعد میگم حسین ابلیس و هیچ کس با هم دیگه خیلی کل داشتن تو این سالایی که فارسی وجود داشته. یه جام با هم آهنگ دادن، آهنگ ابلیس بیا بشین پیک بریز، اینا همه بالام با یه سیک ریز. اونجا آهنگ هیچ کس هست که میگه تقصیر تو نیست، عرقش خوب بوده. یه سری آهنگم یعنی آهنگم با هم دیگه دارن، ولی خب با هم دیگه مشکل دارن دیگه، دیس و دیسپک میدن با هم دیگه. و دیس و دیسپک های زیادی وجود داره. حالا من میخوام صحبت کنم مثلا داستان رضا پیشرو و زد بازی. اولین بار اصلا دیس به رضا پیشرو نبوده، یا آهنگی زد بازی داره. حالا من اینا رو همینجوری سرچ کنید تو گوگل میاره اسمشون رو، من چون اینا رو ویدیو ها رو به صورت فعل بدای میگیرم اسمشون رو سرچ نکردم خودم که الان یادم باشه، ولی توی آهنگ میگه که داریا با فینچر میرینه، پیرن سفیدت میشه پرچم ژاپن. این آهنگ داخل این آهنگ چند جا اشاره میکنه داخل زد، یعنی اولین باری که این دیس و دیس بازی اتفاق میفته این دیس اولو زد بازی میده. به کی میده؟ به داریا و فینچر. اینا چی بودن؟ 2 تا رپر بودن زمان قدیم توی گروه که نفر اولش رضا پیشرو بوده و نفر دومش علی اوج. نابغه ها بزرگترین گروه رپ فارسی که اون آهنگم راجبش خونده. یعنی شما میتونین اولین بار زد بازی میاد چه کار میکنه؟ میاد دیس میده به گروه، میاد دیس میده به داریا و فینچر. داریا و وینچر هم رفیقای رضا پیشرو بودن. رضا پیشرو میاد بالاخای داریا و وینچر در میاد داخل اون قسمت، که قبل از اون آهنگ معروفی که وجود داره به اسم الو سامان خودتی که واقعا یه آهنگ متفاوت و ماندگار رپ فارسیه، یه آهنگ دیگه هست که داخلش اتفاقا داریا و فینچر و رضا اون موقع اسمش رضا تیریپاک بوده، قرار دوام توش میذاره. حالا من براتون اون آهنگم میذارم حتما که بریم ببینین، چون خیلی جالبه آهنگش اتفاقا. و شاهین فلاکت و اینا همه با هم تو اون آهنگ هستن. یه دیس میدم به گروه زد بازی که میگه گوش کن رضا تیریپاک داره با صحبت میکنه. این آهنگ تو 20 دقیقه رکورد شده، یعنی خاک تو سر تو و رفیقات. و باهاش قرار دعوا میذاره، میگه نمیدونم فکر کنم میگه 1 تیر ساعت 5 بعد از ظهر جلوی ایسکا منتظرتونم. حالا براتون میذارم حتما که بریم این آهنگو حداقل 1 بار هم شده گوش کنید. بعد از اون آهنگ الو سامان خودتی رو میده که دیگه اونجا کلا مشکل بزرگ میشه. حالا یه سری ها میگن که اون لحظه داخل یه جایی بوده که نمیتونسته صحبت کنه سامان ویلسون. خب بازم حالا خدای شما خودتونم برین گوش کنید متوجه میشید. بعد ورس اول اون آهنگو الو سامان خودتی رو هیچکس داده که شاهین فلاکت خونده. شنیدم لعنت اعزام شده ارتش رو که سربازا حشرن نمیاد دردش. اینه اولین. پس ببینید اینجا هیچ کس هم تو پشت صحنه پشت سر رضا پیشرو و شاهین فلاکت و داریا و فینچر و اینا بوده، ولی هیچ وقت این قضیه لو نرفت تا همین مدت اخیری که یه بار دوباره سامان ویلسون و رضا پیشرو با هم به مشکل خوردن. خیلی داشت بلبل زبونی میکرد سامان ویلسون راجع به قضیه که مثلا اگه هیچ کس نبود تو نبودی، نمیدونم هیچ کس اینجوری اونجوری. اینم گفت نظر من بهت بگم همون ورس اول الو سامان خودتی و اثر منفی و هیچ کس اومده نوشته برات. رفاقت اینا اینجوریه. بعد میاد چه کار میکنه؟ میاد دوباره ورس اولمون الو سامان خودتی هم پس هیچ کس داده بوده. بعد اون الو سامان خودتی اینا شروع میکنن چند تا دیس و دیسپک دادن به هم دیگه و
که اتفاقا اون زمان رضا پیشرو به نسبت از نظر معروفیت از زدبازی پایین تر بود، چون به نظر من زدبازی خیلی آهنگای خفن‌تری داده بود اون زمان. یعنی شما مثلا میرفتی آهنگا رو دانلود میکردی یا آهنگا رو از توی سی دی یا فلش میتونستی تهیه کنی، آهنگای زدبازی خیلی قشنگتر بود، مثل در باز کن، مثل گیتار کلی، مثل ایرونی الی، مثل آهنگای اینجوری. حالا خلاصه مثل تابستون کوتاه، مثلا خیلی آهنگای دیگه ای که حالا الان حضور ذهن ندارم بخوام بگم، مثل تهران، آهنگش الان حضور ذهن ندارم بخوام بهتون بگم، و خیلی آهنگای دیگه ای که حالا هستن. واقعا رضا پیشرو اون موقع آهنگایی که مثلا داده بود مثل هوهو چیچی بود، مثل ببین اکثرشون فیت بود، مثلا بازم کلام بود و یه جورایی کلا اونا، چون البته خب چند نفرم بودن، کاراکترشون قوی تر بود نسبت به رضا پیشرو اون زمان. البته بعدن این قضیه طولانی میشه، اینا چند نفر بودن، چند تا دیس دادن، رضا پیشرو هم یکی دو تا دیس داد دوباره بعد از این موضوع، حالا یا به صورت فری استایل بود یا مثلا به صورت آهنگ بود، که مهمترین آهنگی که داد بعد از آلبوم زاخارنامه بود. آلبوم زاخارنامه اومدن چیکار کردن بچه زدبازی؟ یه دونه آهنگ جمع کردن با هیچکس به اسم چرا بدی. هیچکس هم اون تایم، حالا موضوعش رو کاملا صحبت میکنم که چجوری شد با رضا پیشرو خورده بود به مشکل، با رضا پیشرو به مشکل خورده بود، یا آهنگ فیت داده بود با زدبازی، هم میگفتن این دیس رضا پیشروه، وای چرا بدی چرا بدی چرا بدی. اونم چی شد؟ رضا پیشرو اومد آهنگ چاغالنامه رو نوشت که داخل آهنگ چاغالنامه شایان آسفالت رفیق رضا پیشرو میگه میخوای به خود هیچکس بگم بزنتت؟ آره بخوای به خودش بگم بزنتت. حالا چی میشه داستان اینجوری میشه که اون طرفم با چاغالنامه یه جورایی اینا کلن محو شدن با این آهنگ چاغالنامه، با آهنگ اثر منفی توی این بیف. واقعا اگه بخوام صادقانه صحبت کنیم، به نظر من بچه زدبازی خوردن بیفو یه جورایی بعد از اثر منفی یه دور کلن خوردن، بعد چاغالنامه هم یه دور کلن گاییده شدن. حالا چند تا دیس هم اونا دادن و مثلا یه دونه بیف دیگه که این وسط اتفاق افتاد بین علی اوج بود و علیرضا جی جی. اگه آدم بخواد اشاره کنه، واقعا اونجا به نظر من علی اوج اومد یه آهنگ خانم جی جی رو داد که خانم جی جی به نظر من ضعیف بود واقعا در برابر دیس جی جی. حالا کاری نداریم، توی همون دیس جی جی خودش میگه من افتخار میکنم که من بچه خونگیم. بعدن توی اون مصاحبه پرشین پاپارازی، فکر میکنم که مصاحبه زدبازیه که رضا پیشرو هم توش حضور داره، رضا پیشرو اونجا اشاره میکنه میگه که من دیگه کاری با این گروه ندارم، وقتی خودشون میگن قبول کردن که ما دیگه بچه خونگیم و افتخار میکنیم به این که ما بچه خونگی هستیم، دیگه من با این گروه هیچ کاری ندارم. و بعد از اونم البته کاری ندارم که کلا زدبازی یه مقداری مشکلات داخلی داشت و پاشید کلا، که حالا راجع به اون مشکلات داخلی هم با هم صحبت میکنیم در آینده. خیلی جالبه خلاصه. آره شما میتونید توی کلکلای رپ فارسی حالا بری جلوتر، مثلا یکی دیگه از کلکلا بین خلسه و آهنگ بینا کنم گوش کنم، بین خلسه بود و پوریا پوتک مثلا با خلسه به مشکل خورده بود، دقیقا اومده بود مثل رضا پیشرو که اهل سامان خودتی رو داده بود، اومده بود اول زنگ زده بود به خلسه راجبش صحبت میکرد، اول اون صحبت رو ضبط کرده بود گذاشته بود اول آهنگش اهل خلسه خودتی و این صحبت ها، که یه جورایی شبیه کار اثر منفی بود. اثر منفی یه جورایی قوی ترین دیسه، من پیشنهاد میکنم حتما برین گوش کنید، اگه گوش نکردید با دقت هنسفری بذارید گوش کنید چون ارزشش رو داره.
دیگه خلاصه که چشمک